کدام چیزی که خدا حرام کرده است کسی حلال باید و هم کافر میشه. کسی که به خدا شریک می‌دارد، فالدین به کسی که میرد شرک آورده است، قصیده خان میرد شرک آورده است، کینه‌چی میرد شرک آورده است. همه اینها کافر هستند چون که همه اینها عملهای کفر میکنند. فالدین و جادوگر و قصیده خان و بانام طبیب و ملای پهنشار اینا همه اینها کافر است اگر با همین واسطه های جین اگر عمل میکنند. برای کشایش کار و لبهای آب جین ها پیش آب نگیرد و کشت کارها وای شود خوش شود مثل اگر قربانی کند کافر میشد. شافیارهای راننده ها کوچه ها قربانی میکنند که یعنی که نقلیات ها صدمه ها کم شود و جین ها خلق نرساند کافر میشد مثل این قربانش با دنبال های خبر کرد پول میدهد. این شرک است. شما روزی عید قربان میکنید نه روزی که در سرشوی کارها برای رازگی جین یا در عبادت ساختن به زیر فایده اله قربانی کردن کفری محض است کافر میشد. کسی که در عمارت بنیادش اگر قربانی کند برای رازگی دریافت جین و کدام مولا با مولا فالدین رفتن که مرغ سیاه یا بزرگ کشنده کافر است. اون قربانی که به بسم الله میکشید کافر میشه. باید به نام الله قربانی کرد. بسم الله الله اکبر. قصابای ما یعنی بسم الله میکشید یا بسم الله گفته میکشید. بسم الله معنی نداره. معنی بسم الله به نامی. به نام کی؟ بسم الله شود به نام الله میشه. این چیزای دوم. کسی که به خدا شریک میکنه حقی اصل زده میمونه. بچه‌ها تو گزمالچوقش هستش همه شرک است. تو ما داره شرک است. من تعلق تمیمتا فقط اشرک. کسی که